توی تونستی چیزی بفهمی؟ خیلی زیاد. اسمی که جکسون رو خودش گذاشته بیل کارسونه. این خبر تو. اون در ضمن راجع به جعبه طلایی میگفت که 200,000 دلار میارزه. اینم خبر من. ادامه بده. برات باس نیست؟ خب اون دیگه نمیتونه حرف بزنه. بیا اینم 500 دلاری که بهت قول داده بودم. اوه داشت یادم میرفت. اونم 1,000 دلار بهم داد. بگم اونم نظرش این بود که تورم بکشم. وقتی پول میگیرم هر طوری شده به قولم وفا میکنم. تو که اینو میدونی. اینم یه تیکه از فیلم خوب بعد زشت.